بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات. در ابتدای این بخش خبری پخش شد. نخستین تصاویر از شلیک سامانه پدافند هوایی رد بود که برای اولین بار از رسانه ملی از شبکه خبر پخش شد. سامانه پدافندی رد سامانه کاملا ایرانی است و مراحل طراحی و ساخت آن در نیروی هوافضای سپاه صورت گرفته است. سامانه رد با هدف مقابله با هواپیماهای پیشرفته مهاجم تولید و با برخورداری از برد 50 کیلومتر و ارتفاع 25,000 کیلومتر سامانه‌ای متوسط به بالا محسوب می شود. این سامانه در مراسم رژه نیروهای مسلح رونمایی شده بود.